بیا بهت یاد بدم توی 2 دقیقه کمک‌های دوچرخت رو اینجوری روون کنی که با کمترین فشار بره داخل و به دوچرخت آسیب نرسه. وسایل مورد نیاز: 2 عدد دستمال، یه شیشه پاکن یه اتک و روغن ریش تراش. اول میای شیشه پاکن میزنی به کمک‌های دوچرخت و اون بالا به قفل و ولومش هم میزنی که اگه خوش شده دوباره بشه باز و بسش کرد و حتما حالت قفل نباشه و باز باشه. بعد اون قسمت ولومش رو هم بذارید روی خیلی باز که با یه فشار کوچیک داخل بره. بعد که شیشه پاکن زدید سعی کنید این سیاهی راهش رو پاک کنید، دقیق و با دقت. بعد که پاک کردید دوباره شیشه پاکن میزنید بهش و محکم دوچرخه رو میگیرید، ترمزجلو رو میگیرید و هلش میدید پایین تا بره داخلش و کثیفیاشو بیرون بیاره. دوباره با دستمال پاک میکنید. اینو میتونید چندین بار انجام بدید تا دیگه کامل پاک شه. توی مرحله بعدی روغن ریش تراش برمیداریم و به گوشه کمک میزنیم. دقت کنید که باید کامل دور تا دورش بزنید و هیچ جایی از جا نندازید و دوتا کمک رو دقیق و یکسان بزنید. همونطور که میبینید یکم بد میره داخل. دوباره این حرکت رو انجام میدید و این بار یکم صبر میکنید که بمونه و دوباره فشارش میدید تا بره داخل. این کار رو میتونید چندین بار انجام بدید. من 3 بار انجام دادم و نتیجه کار رو ببینید چقدر راحت الان میره پایین. خیلی راحت و باعث میشه که توی مسیر چاله ها زیاد اذیتتون نکنه.